سلام بر شما، امیدوارم که خوب و سلامت و شاد باشید. خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم، ما میتونیم شما رو خدمت کنیم، شما ما رو نگاه میکنید و باعث افتخار ما. دکتر املشی عزیز اینجا هستن و ما خیلی خوشحالیم و در خدمتتون هستیم. عزیزید، منم خیلی خوشحالم. میدونم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که میشه گفت خیلی از عزیزان ما، خیلی از افراد حتی خانواده های ما، دوستان ما، همکاران ما شاید به یه شکلی دچار این هستن و بنابراین به جای اینکه به انکار این معضل بزرگ اجتماعی خیلی وقتا بپردازیم، مخصوصا تو فرهنگ ما که بحث آبرو پررنگ و دوست نداریم راجع به این مسائل صحبت بکنیم، حداقل از طریق این برنامه به شکلی بتونیم به این موضوع پرداخته باشیم و اطلاعاتی رو در اختیار عزیزان بگذاریم. ما راجع به اعتیاد صحبت کردیم، شما لطف کردین که این بحث رو برای ما باز کردید. فرمودین که میخوام چیزی باشه برای خودم، یه بازگشتی برای خودم باشه که از انگار یک پاداش مغز به ما یک پاداشی میده از لذتی که یک بار امتحان شده و وقتی این زیاد بشه احساس نیاز و ایجاد نیاز میکنه و اون تبدیل میشه به اعتیاد. بله، رفته رفته مغز ما فقط نیاز خودش رو و اولویت نیازی خودش رو در اون عنصر اعتیاد یا ماده مخدر میبینه و بنابراین فقط سراغ اون میره تا جایی که دیگه هیچ مسئله دیگه اونقدر که ما بهش احساس نیاز میکنیم مهم نیست تا بحث ماده مخدر یا اون حالا اون اتفاقی که در قالب اعتیاد مثل قمار میفته. حالا سوال من اینجاست که دیدگاهی داره کتاب مقدس نسبت به اعتیاد؟ پرسش خوبیه. ببینید، من فکر میکنم خیلی وقتها ما فکر میکنیم چالش های امروز ما در واقع با داستان قدیمی 2000 خورده سال پیش کتاب مقدس تطابقی نداره. پس وقتی که افراد اینطور کتاب مقدس رو نگاه میکنن میگن پس برای چی من برای مشکل اعتیادم یا این موضوعی که تو زندگیمه سراغ کتاب مقدس و یا کلیسا برم؟ چون خدا که درکی از اعتیاد نداره. اعتیاد شاید بحث جدیدتریه و راهکارهای قدیمی کتاب مقدس هم احتمالاً به درد من نمیخوره. پس قدم اول اینه: آیا کتاب مقدس بحث اعتیاد رو میشناسه یا نمیشناسه؟ آیا کتاب مقدس به ما نشانه‌هایی رو نشون میده که از اعتیاد با خبر هست و یا نه؟ پس اول میخوایم راجع به این با هم صحبت کنیم. بعد اگر زمان داشته باشیم میخوایم به این نگاه کنیم که در نظر کتاب مقدس آیا اعتیاد یک بیماری هست و یا اعتیاد در واقع نتیجه بحث دیگری هست. پس اونجا بازش میکنیم و بعد از این نظر که کتاب مقدس چطور اعتیاد رو میبینه شاید به یه سری راهکارها دقت بکنیم. در خدمت عزیز، پس اگر اجازه بدید اول بریم سراغ کتاب امثال باب 23 آیات 29 تا 35 رو لطف کنید برامون بخونید. هدف ما از این متن این هست که ببینیم آیا چون گفتیم ممکنه مواد مخدر متنوع باشن ولی تأثیرشون در روی مغز ما مشابه هستش. پس اگر تأثیرات مشابه هست مهم نیست که ما راجع به یک عنصر اعتیاد یا دیگری صحبت کنیم از این نظر که بگیم کتاب مقدس اعتیاد رو میشناسه یا نه. پس اگر اعتیاد در یک خصوص میتونه اعتیاد رو درک بکنه ما میتونیم بگیم کتاب مقدس با بحث اعتیاد آشناست. پس میخوایم از خوندن این آیات الان هدفمون اینه که ببینیم کتاب مقدس در خصوص هیچ عنصر اعتیاد، هیچ ماده مخدری درکی داره و یا نداره. پس اگر اجازه بدید این بخش رو از زبان شما بشنویم. خواهش میکنم. کتاب امثال سلیمان هست، باب 23 از آیه 29 میخونم. وای از آن کیست و ولوله از آن که، نزاع از آن کیست و ناله از آن که، زخم‌های بی سبب از آن کیست و چشمان سرخ از آن که. اجازه بدید خود اینجا شما نگه دارم. چشمان سرخ؟ آره، جراحت‌های حتی بی سبب. داره راجع به چی صحبت میکنه؟ داره راجع به ماده‌ای به نام مشروبات الکلی که میتونن در خودشون باز اون حکم اعتیاد آور بودن رو داشته باشن که افراد سراغ مشروبات الکلی برن و به اعتیاد الکل بیفتن صحبت میکنه.
نشانه هایی که داره میگه نشانه هایی است که در خصوص اعتیاد به مشروبات الکلی وجود داره. شخص حافظه خودش رو در دورانی که داره مصرف میکنه یا اون مصرف الکل انجام شده، حافظه خودش رو در خصوص اون اتفاقات از دست میده. پس میگه جراحات بی سبب از آنه که این جراحت هایی که براش وجود اومده ولی یادش نیست از کجا این جراحت ها درش اتفاق افتاده. نزاها از آن کدام. افراد وقتی مشروبات الکلی مصرف میکنن گاهی اوقات میشکنن، نابود میکنن، ضرب و شتم میکنن و داره در واقع راجع به اینا صحبت میکنه. سرخی چشمان از آنه که دوباره داره در همون راستا تفسیر و نشانه هایی رو که در خصوص اعتیاد به مشروبات الکلی هست توصیف میکنه. بریم جلوتر. آنان راست که تا آنانی راست بله. اینجا روی کتاب چیز نوشته آنان. بله. آنان راست که تا دیر وقت دل از شراب بر نمیکنند. دل از شراب بر نمیکنند، یعنی نمیتونن خودشون از شراب جدا بکنن. بفرمایید. و در پی چشیدن شراب‌های برامیخته میروند. بله، ممزوج یا برامیخته، شراب‌هایی که قاطی شدن با هم. خب بله. به شراب آنگاه که سرخ فام است منگر، آنگاه که در پیاله می درخشد و به نرمی پایین می رود و در آخر چون مار خواهد گزید و چون افعی نیش خواهد زد. میگه اون لحظه که به نظرت خوشایند میاد حواست به اون لحظه نباشه چون بعداً این تو رو اذیت خواهد کرد. پس داره راجع به یه سری از ابعاد فقط مشروب خوردن نیست بلکه داره راجع به اعتیاد به مشروبات الکلی صحبت میکنه. حالا اینو بیشتر میبینیم. بریم جلو. چشمانت چیزهای شگفت خواهد دید و دلت از چیزهای منحرف سخن خواهد گفت. خیلی جالبه. یعنی یه چیزایی میبینی که واقعا وجود ندارن، یه چیزایی رو میگی که واقعا شاید گفتنی نباشه، دل تو به چیزهای کج، به چیزهای غلط، به اون صحبتایی که شاید مناسب نیست رو میاره. بریم جلوتر لطفا. همچون کسی خواهید بود که در دل دریا خفته و بر دکل کشتی لمیده باشد. بله. خواهی گفت مرا زدند و احساس نکردم، مرا کوفتند و نفهمیدم، پس کی بیدار خواهم شد تا جرعه‌ای دیگر بنوشم. باز میگه درد داره، آسیب خورده، ولی باز میگه کی بیدار میشم که دوباره بتونم بنوشم. دوباره اون بحث اعتیاد رو میبینیم که این با وجودی که میخوام ازش فاصله بگیرم ولی دل من با این مشروبات الکلی، دل من و نیاز من اعتیاد به مشروبات الکلی دارم. حالا آیات دیگری هم یکی دو تاش وجود داره. بازم تو امثال باب 21 آیه 17 هستش. بله. میخواید اون رو برامون بخونید؟ بله. آنکه عیش و نوش را دوست می‌دارد به ناداری گرفتار آید. یعنی کسی که مدام دنبال مشروبات الکلیه و مدام به دنبال خرید اونهاست فقیر میشه چون همه پول و ثروتش رو خرج باید هزینه بکنه. دقیقاً. و این هزینه ها همش زندگی رو نابود میکنه. چون اعتیاد این نیست که من به یک میزان سالمی از یک چیز رو گرفتم، اینه که همه زندگیم رو میدم برای اینکه اون رو داشته باشم. باز تو امثال 23 آیه 21 دوباره راجع به همین محتاج شدن صحبت میکنه. بله. که میگه که زیرا به فقر گرفتار خواهند آمد و خواب آلودگی ژنده پوشان خواهند کرد. بله. و باز میبینیم میگساران به این سرنوشت دچار میشن. پس به نظر میاد نه فقط کتاب مقدس و خدا ما رو درک میکنه و میدونه که مسئله اعتیاد در انسان به چه شکله و شوخی نیست. دقیقاً. و نشانه های اون رو هم میشناسه. بنابراین باز ما با خدای روبرو هستیم که ما رو درک میکنه، میدونه برای چی سراغ اعتیاد رفتیم. معمولاً یک دلیل زیرینی برای گرایش به اعتیاد هستش. حالا خیلی وقتها شاید اون بحث ژنتیکیه، خیلی وقتها بحث دایره دوستانی است که برای اینکه با اونها جمع باشیم باید از اینها استفاده بکنیم، از این مواد مخدر که تو چشم اونها زیبا و خوب و دوست داشتنی باشیم. و خیلی وقتا هم در واقع بحث افسردگیه، بحث اضطرابه. من برای اینکه افسردگی خودم رو کاهش بدم سراغ اینها میرم، در افکار بد خودم که منو ناراحت میکنن، از زندگی خودم بدم میاد، مشروبات الکلی برای مثال این خاطرات بد رو از ذهن من میبرن و دقایقی رو به من حال خوبی رو میدن. بنابراین معمولا یک دلیل‌های ریشه‌ای برای اعتیاد وجود داره که اگر ما می‌خوایم در واقع به افراد کمک بکنیم که با چالش اضطرابشون کنار بیان، چالش اعتیادشون کنار بیان، باید اول ریشه ها رو حل بکنیم. ببینیم ریشه این اعتیاد چی هست. چون اگر ریشه رو حل نکنیم، حتی اگر شخص ترک بکنه، به خاطر اون افسردگی، اضطراب و مسائل دیگه باز سراغ اعتیاد خودش خواهد رفت. پس
توی بحث اعتیاد فقط خود اعتیاد نیست که ما بهش نگاه میکنیم، بلکه به ریشه های اعتیاد نگاه میکنیم، چون اون خیلی مسئله مهم و پررنگه. من یک سوال دارم بفهم. که مطمئنم که چون ما راجع به این موضوع و حالا یک مقداری مسائل مشروبات الکلی صحبت کردیم، من اینو توی گیومه عرض میکنم. مطمئنم که سوال پیش میاد، چون قبلها هم از بنده بارها و بارها پرسیدن که اساساً کتاب مقدس مخالف مشروبات الکلیه یا اینکه الان که ما داریم در مورد اعتیاد که اصلا مورد مختلفیه داریم صحبت میکنیم، چرا؟ چون در عهد جدید میبینیم که پولس به تیموتائوس سفارش‌هایی میکنه. شما نظرتون چیه؟ من فکر میکنم استفاده از حتی از نظر پزشکی امروز میگن یک مقدار کمی استفاده از مشروبات الکلی میتونه سالم باشه. برمیگرده یک مقدار به نظر من به بحث‌های ژنتیکی و گرایش خود شخص. بله. اگر شخصی با یک مقدار کمی استفاده از مشروبات الکلی احساس گرایش زیادی میکنه و میدونه خودش رو میشناسه که درگیر این خواهد شد، اون موقع من توصیه میکنم که سراغش نره. بله. ولی اگر شخصی هست که نه، میتونه در یه حد کمی در یک شرایط مناسبی استفاده بکنه و کنترل خودش رو از دست نمیده، یعنی مست شراب نمیشه، یعنی اینکه شراب استفاده نمیکنه. این کلام خدا. بله. و یا بحث اعتیاد رو به دنبال خودش نداره، مثلا کسی که شاید پدر مادرش این مشکل رو داشتن، خب زمینه اعتیاد به الکل برای این شخص بیشتره. بنابراین اگر این بحث ها نیست، اگر این وجود خارجی نداره، بحث ژنتیکی و شخص کنترل داره، به نظر من مصرف ایدئالش مشکلی نداره، خوبم هست از نظر پزشکی، ولی برمیگرده به هر شخصی. پس من هیچ وقت دستور کلی در این خصوص به افراد نمیدم. نمیگم از لحاظ روحانی گناهه، مگر اینکه ما داریم راجع به بحث مستی و یا اعتیاد صحبت می‌کنیم. ولی از اون طرف هم بستگی به خود شخص داره. من خودم برای مثال خیلی اصلا لذت که نمیبرم، هیچی اذیت میشم، چون خیلی شراب تلخه. و اون تلخیه مثلا خود منو اذیت می‌کنه. من خیلی سراغش نمیرم. شاید توی مهمونی‌های سالانه مثلا توی خانواده این کار انجام بشه، ولی گرایشی ندارم. ولی اگه کسی داشته باشه نمیرم محکومش نمی‌کنید. این نظر کلی من. خواهش میکنم. خب حالا بریم به بحث شاید مشکل‌تر، این که کتاب مقدس راجع به اعتیاد چی فکر میکنه. آیا اعتیاد ریشش یک بیماریه و یا ریشه اعتیاد مثل خیلی چیزهای دیگه در کتاب مقدس روحانیه و گناه هستش؟ خب برای این کار ما احتیاج داریم بریم سراغ انجیل متی و از انجیل متی مطلبی رو بخونیم که به نظر من این مطلب خیلی زیبا این بحث رو برای ما باز میکنه. پس اگر اجازه بدید اگه اشتباه نکنم باب 9 بریم، آیات 1 تا 8. صحبت از سوار شدن به کشتی هست. پس اونجا رو اگه میشه برای ما بخونید، من بعضی جا شما رو نگه خواهم داشت که توضیح بدیم. پس انجیل متی باب 9. بله. پس عیسی سوار قایق شد و به آن سوی دریا به شهر خود رفت. آنگاه مردی مفلوج را که بر تشکی خوابیده بود نزدش آوردند. عیسی چون ایمان ایشان را دید به مفلوج گفت دل قوی دار فرزندم، گناهانت آمرزیده شد. در این هنگام بعضی از علمای دین با خود گفتند این مرد کفر میگوید. عیسی افکارشان را دریافت و گفت چرا چنین اندیشه پلیدی به دل راه میدهید؟ گفتند کدام یک آسان‌تر است، اینکه گناهت آمرزیده شد یا اینکه برخیز و راه برو؟ حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد. یک بار دیگه نمیخونم. حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد. به مفلوج گفت برخیز، تشک خود برگیر و به خانه برو. آن مرد برخاست و به خانه رفت. چون مردم این واقعه را دیدن ترسیدند و خدایی را که این چنین قدرتی به انسان بخشیده است تمجید کردند. خیلی بحث جالبیه. شخصی مفلوجه، یعنی از این نظر که بیماره. خب و مسیح به سراغ این شخص میاد، ولی خیلی صحبت مسیح جالبه. مسیح نمیاد وقتی سراغ این شخص میرسه بهش بگه شفا بیاب از در واقع بحث بیماریت. اعتیاد از یک نظر ایجاد در واقع مغز رو تحت تاثیر قرار میده و مغز رو بیمار میکنه. خب یعنی یک بعد اعتیاد من اعتقاد دارم که بحث بیماریش هست. اما به صرف این که اعتیاد تأثیر میذاره بر روی مغز و انسان رو بیمار میکنه، بیماری مغزی، به این معنی نیست که اعتیاد در یک لایه روحانی در واقع در نتیجه گناه به وجود میاد. خب حالا عیسی مسیح برای این شخصی که
هم گناهکاره و هم بیماره، به کدوم نکته در این شخص دقت میکنه و به کدوم مسئله میپردازه؟ آمرزیده شدن گناهان. جالبه نه؟ حالا شخص مفلوج اومده میگه من رو شفا بده، شاید انتظار شفا داره، ولی مسیح چی میگه؟ میگه گناهان تو آمرزیده شد. چقدر زیباست اونجا. و من فکر میکنم اینجا به این رو به ما نشون میده که مسیح بیماری شخص رو در واقع براش بیارزش نیست، هنوز بیماری شخص رو در نظر میگیره. رده دوم. بله، ولی مشکل اصلی شخص اون گناهی است که باعث شده حالا شخص به بیماری هم دچار بشه. پس مشکل اصلی و ریشه‌ای کتاب مقدس با بحث اعتیاد هم بحث گناه هست. و وقتی اون ریشه حل میشه، حالا بحث شفا برای مسیح بسیار آسانه و اون رو هم میتونه در شخص حل بکنه. پس کتاب مقدس مشکلی با آثار اعتیاد که شاید جنبه بیماری داشته باشن نداره، ولی ریشه اصلی رو که بهش توجه میکنه، حتی در بحث هایی که بیماری و گناه کنار هم هستن مثل بحث اعتیاد، بیشتر بحث در واقع تأکید بر روی گناه هست که اون اگه از بین بره دیگه اون دلیل و ریشه اصلی شخص به گرایش اعتیاد از بین رفته و بعد حالا شفا کردن بله شخص میتونه خیلی آسان تر انجام بشه. خب خبر خوب کتاب مقدس اینه اگر ریشه مشکل اعتیاد از نظر کتاب مقدس هم مثل خیلی چیزهای دیگه میتونه ریشه گناه باشه که در ما بیداد میکنه، که اگر ما به گناهان خودمون اعتراف بکنیم او امین و عادل تا گناهان ما رو بیامرزه. یعنی ریشه گناه حتی برای بحث اعتیاد به همین راحتی با ایمان به عیسی مسیح و اعتراف به او حل خواهد شد. پس ما مجبور نیستیم درگیریم بشیم که حالا ما با این گناهی که در ما بیداد میکنه و در افسردگی و در اضطراب و در عدم حرمت نفس من رو به سمت گرایش به استفاده از مواد مخدر میبره چه کنم. کلام خدا به این ریشه پاسخ میده. حرمت نفسی رو برای ما قائل میشه، در واقع با کار عیسی مسیح بر روی صلیب اعتماد به نفسی رو به ما میده. اون دلایلی رو که افراد به خاطر سراغ اعتیاد میرن از ریشه گناه حل میکنه و در پس اون حالا میاد کمک میکنه به قوت روح که در ما ساکن میشه تا ما از نشانه های دیگر اون گناه که اعتیاد هست آزاد بشیم و بتونیم از اون بیرون بیایم. خیلی جالبه مارتین لوتر توی کتاب خودش Bondage of the Will یا در واقع اسارت اراده انسان صحبت میکنه و صحبتش اینه که در واقع اراده انسانی ما ناتوانه. بدون قدرت و فیض خدا که بر ما ریخته بشه ما قادر به انجام نیکویی نیستیم، قادر به انجام اراده خدا نیستیم. ما اول باید فیض خدا رو دریافت بکنیم تا بتونیم اراده خدا رو انجام بدیم، تا بتونیم زندگی مقدسی داشته باشیم، تا بتونیم از اعتیاد آزاد بشیم. پس احتیاج به فیض خدا و قوت روح القدس در خودمون داریم تا بتونیم این کار رو بکنیم. حالا آیات معروف رومیان 7:15 تا 17 هم پولس تو این زمینه خیلی باز و روشن صحبت میکنه. پس من فکر میکنم وقتی به کلام خدا نگاه میکنیم میبینیم که کلام خدا اعتیاد رو میشناسه، ریشه اعتیاد رو که یک بحث گناه هست میشناسه و برای آزادی شخص از چالش خود اعتیاد حالا یه راهکارهایی رو برای ما ارائه میده. حالا اینکه شخصی که ریشه گناه در او حل شد چطوری میتونه بعد از این از نگاه کتاب مقدس اعتیاد رو ترک بکنه، شفا پیدا کنه، من فکر میکنم اونجا ما وارد الگوی 12 قدم میشیم. الگویی که شخص در اون اعتراف‌های جالبی داره. یکی از اون اعتراف‌های اولیه اینه که من به خودی خود توان ترک این معضل رو ندارم، اعتیاد رو ندارم، با وجودی که میپذیرم که این مشکل اعتیاد در من هست. و این رو ما اسمش رو چی میذاریم؟ توبه. من مشکل دارم و میدونم که خودم قادر نیستم این مشکل رو حل کنم و به حضور خدا میام. پس در یک قدم دیگه میگه حالا به این نیروی برتر و یا از خدا کمک میخوام که بیاد و به داد من برسه و حالا در
توبه‌ای که انجام میشه ما از قوت روح القدس، از قوت عیسی مسیح پر میشیم تا بتونیم با اون چالش اعتیاد روبرو بشیم. و خدایی که فوراً در تنگی ها یافت میشه. آمین. و اینجاست، حالا من وارد تمام الگوی 12 قدم نمیخوام بشم، ولی فکر میکنم نکته مهمش حالا اینجاست که بعد از این من بیام بعد از بحث اعتراف و اینکه من به تنهایی نمیتونم از این عبور بکنم، اجازه بدم خدا وارد زندگی من بشه و به من قوت بده. خب حالا قوت خدا به چه شکلی در من ظاهر میشه؟ امروز در دنیایی که ما زندگی میکنیم از طریق کلیسای او. کلیسای مسیح قراره بیاد و از دیدگاه الهیاتی با ما صحبت بکنه و به ما کمک بکنه که ما خدا رو وارد چالش خودمون کنیم و ببینیم که خدا دستش در این چالش با ماست. یکی از اون ابعاد حضور و همراهی خداست، ولی غیر از اون اینکه خدا قادره تمام اون چیزهایی رو که ما احتیاج داریم برای یک زندگی پاک، یک زندگی سالم و مقدس در واقع از او یافتیم که کلام خدا میگه. پس برای ترک اعتیاد، برای جدا شدن از اعتیاد، این امید رو ما در عیسی مسیح داریم. همه اون چیزهایی که احتیاج داریم رو از مسیح یافتیم تا بتونیم زندگی پاک و مقدسی رو داشته باشیم. بله. یه بحثایی از آیاتی رو که ما در مشاوره بعد با افرادی که دچار اعتیاد هستن در میون میذاریم، آیاتی که به شخص کمک کنه شخص بدونه که خدا نه فقط او رو دوست داره، بلکه به صورت مستقیم میخواد او رو از چالش و اسارت اعتیاد آزاد کنه. حالا ادوارد ولچ میاد صحبت جالبی رو میکنه. ایشون یک در واقع فکر می‌کنم روانشناس مسیحی هست و صحبتی که میکنه اینه: بحث اعتیاد تمام زندگی شخص رو در بر میگیره. یعنی شخص همه زندگیش رو میده که به اون اعتیاد خودش برسه. ایشون میگه من میخوام یک اسم روحانی رو روی این بذارم. اسم روحانی رو که روش میذاره میگه در واقع استفاده از مواد مخدر چیزی میتونه باشه به اسم اختلال پرستش. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه من تمرکز زندگیم، نقطه اول زندگیم، اولویت اول زندگیم خدا باشه و همه چیزم رو برای او بدم، حالا همه چیزم رو برای چی میدم؟ برای اون عنصر اعتیاد. نه؟ و به یه شکلی میگه وقتی که ما به اعتیاد نگاه میکنیم و از زبان افرادی که دچار اعتیاد هستن صحبت‌های اونا رو گوش میدیم، میبینیم این افراد طوری راجع به اون ماده مخدر صحبت میکنن که انگار همه زندگیشونه، انگار همه خوشی یا نیازشونه و اون جوری که شاید ما خوانده شدیم در خصوص خدا صحبت بکنیم که او همه چیز زندگی ماست، اون نجات دهنده و سرور ماست، یه دفعه زبان ما به ما نشون میده که نه، من اون ماده مخدر یا اون عامل اعتیاد آور رو محور اصلی زندگیم کردم. پس اینجا اسم جالبی رو که ایشون برای این مسئله انتخاب میکنه اختلال پرستش هست. من رو از اون پرستش حقیقی خدای حقیقی دور میکنه و باعث میشه من همه زندگیم رو تقدیم اون در واقع عنصر اعتیاد بکنم. حالا پشت این عامل اعتیاد، پشت این ماده مخدر چی هست؟ شریر. بحث شیطان هست که شاید با این ماده مخدر داره مغز و روان من رو به سمت خودش میکشه. پس اونجا اون بحث پرستشی رو که شاید شیطان میاد و به مسیح میگه بعد منو بپرستی، در اون وسوسه‌ای که میکنه که من همه دنیا رو به تو خواهم داد، امروز در اعتیاد برای ما اتفاق میفته که شیطان پرستشی رو میپذیره از ما، از در واقع دل اون ماده مخدری که ما نیاز اصلی زندگیمون میدونیم. پس یک چالش روحانی در بحث اعتیاد هست. یک نگاه روحانی رو هم ما و در کنار الگوی بیماری داشته باشیم که من اصلا الگوی بیماری رو رد نمی کنم. حتی کسانی که به الگوی عادت و اعتیاد به عنوان الگوی عادت نگاه میکنن، حتی اونها هم نمیان بگن الگوی بیماری و یافته های الگوی بیماری راجع مغز غلطه. الگوی عادت میاد میگه تحلیل اونا متفاوته. اعتیاد یه عادتیه، شما به چیزی عادت کردید مثل چیزهای دیگه، اون رو هم میتونید ترک بکنید. حالا خیلی الگوی در واقع معروف و شناخته شده ای نیست و طرفدار زیاد نداره، ولی ما به الگوی بیماری و تاثیر بیمارگونه شخص به اعتیاد اون رو میپذیریم، اون رو قبول میکنیم، ولی در کنارش از این هم غافل نمیشیم که یکی از بحث هایی که ما راجع به اعتیاد داریم بحث روحانی اون هست. پس
برای مسائل روحانی مشاورین روحانی میتونن کمک بکنن. برای بحث بیماری ما شخص رو ارجاع میدیم به پزشکی که میتونه کمکش بکنه. پس هر کسی کار خودش رو برای کمک به شخصی که دچار اعتیاده میکنه. و شریر هم داره در این دنیا از روش‌های فوق‌العاده زیاد و زیرکانه استفاده میکنه. صرفاً مواد مخدر نیست، خیلی چیزهای دیگه هم میتونه باشه. و این در واقع هوشیاری ما رو میطلبه که ببینیم اتفاقهایی که داره در زندگی ما میفته چقدر ما رو از خدا و پرستش رو دور میکنه. و هر چیزی که ما رو از خدا دور میکنه مسلماً از خدا نیست. درست مثل این که یک عاشق و معشوقی در یک رابطه ای باشن، اون چیزهایی که اینها رو از هم دور میکنه نیکو و خوشایند از جانب هم نیست، اون عوامل محیطی که اینا رو از هم دور میکنه. ولی اینها متعلق به همن، باید در اون رابطه عاشقانه به هم نزدیک باشن. ما قراره به خدا نزدیک بشیم، خدا میخواد، اون اراده خداست. پس هر آن چیزی که ما رو از خدا و پرستش رو دور میکنه باید یک نگاه روحانی داشته باشه. من نمیگم همه چیز رو بیایم تحلیل روحانی بکنیم، ولی صحبت ادوارد بلز رو من اینجا یه مقدار میپسندم که انقدر اون در واقع بحث اعتیاد برای شخص پررنگه و انقدر همه چیز خودش رو در اعتیاد شخص به اون ماده مخدر و شریری که پشت اون در کار میسپاره که دیگه واقعا این مقایسه عجیبی نیست. و میشه از نظر روحانی حداقل اونایی که نگاه الهیات مسیحی میکنن به این نکته دقت کنن، این رو بپذیرن، اینو در تحلیل کنن، شاید بپذیرنش و بعد به شخص کمک کنن نه فقط از بحث اعتیاد در واقع اون مواد مخدر بیرون بیاد، بلکه ورود کنن به پرستش خدای حقیقی. این حرکت از سوی پرستش اون چیزی که حقیقت نیست، خدا نیست، به سمت خدای حقیقی، یک کاریه که یک مشاور روحانی میتونه انجام بده و نقش کلیسا در کمک به افرادی که دچار اعتیاد. خیلی ممنون، عالی بود، خیلی ممنون از توضیحات کامل. مرسی که ما رو نگاه میکنید، با ما همراه باشید، ما ادامه میدیم، شما هم بیننده ما باشید، با افتخار برای ما. پر از شادی و برکت خداوند باشید. خدا نگهدار. خسته نباشید.